عرض بشیم بیدار شو. بگو چادر سیاهی پر از مروارید چی بود؟ یادت مانده؟ بله بابا جان یادم است. آفرین بچیم آفرین. آسمان پرستاره. آفرین. با اوسانه شیر گوسفند چی؟ بام یادت مانده؟ بله بابا جان هر چیز من گفتین یادم است. آفرین آفرین بچیم آفرین جانم. بابا جان آدم کجاست؟ آدم چی شد؟ صدای گپ افغانامه. فارسی گپ میزنن. اینا کیستن؟ بله اینجا امریکاست. اینی هم افغانای ماست. اینا افغاناست؟ آهارای وطن ماست؟ اینجا تو چی میکنی؟ جای تو اینجا نیست بچیم؟ ما با وید هستم. خدا ده او بالا از من جواب میخواه. ایره میفهمی؟ بابا جان من خوب بچه هستم. کاش مادرت زنده بود. کاش من زنده بودم و جوانی تو رو میدیدم بچیم. بابا جان چرا با بانی خانه ملا من روان کردی؟ مگر شما رو ندیدم. میخواستم کاتون باشم. بچیم اگه من نبودی کشته میشینی. روسا تو رو میکشتن. اما تو که مادرت کشتن. اما تو که من کشتن. هزارها پدر و مادرت کشتن. پدر و مادر برادرایت خواهرایت همه کشتن. اما تو شکر زنده ماندی. حالا باید بری اب وطنت. میری؟ بابا جان اگه شما میگین برم من میرم. مگر کجا برم؟ پیش کی برم؟ کجا خراب شده؟ تا خدا هست تا آسمان پر از ستاره وطنت هست همه چیز هست. برو بچیم. لعنت کنن این سیاست لذت بازی. بابا جان که پیش خدا رفتین بگوینشه ما تا چی وقت آوارای بی وطن باشیم؟ چی وقت؟